ثروتمندترین شهر ایران کجاست؟ جواب اکثرمون به این سوال احتمالاً تهران یا مشهد یا تبریز و اصفهانه، ولی جواب این سوال ممکنه شوکتون کنه. چند وقت پیش این سوال برای من پیش اومد و برای همین تصمیم گرفتم که راجبش تحقیق کنم. که وقتی توی گوگل سرچ کردم جوابی که دیدم شوکم کرد. پس اولین کاری که کردم این بود که یه بلیط هواپیما خریدم و وسایلمو جمع کردم تا برم ثروتمندترین شهر ایران رو از نزدیک ببینم. برای اینکه برسیم به مقصدمون باید اولش میرفتیم یزد که وقتی رسیدیم یک یوتیوبر یزدی منتظرمون بود که اونم کسی نبود جز حسن. حسن تو این سفر قرار خیلی بهمون کمک کنه چون که ماشین داره. خلاصه اینکه با حسن رفتیم سمت هتل و هتل رو تحویل گرفتیم. اینجا پشمای من و حسن از محیط هتل ریخته بود و اینکه چقدر فضای باصفا و سرسبزی داشت. وسایل گذاشتیم هتل و رفتیم سراغ راهنمای سفرمون. کسی هستش که ثروتمندترین شهر ایران رو مثل کف دستش میشناسه که از قضا اونم یوتیوبر است. قرار گذاشتیم که همدیگر توی امیر چخماق نمیدونم یه چی توی مایه ها بود دیگه. قرار بود اونجا همدیگر رو ببینیم. پس از کلی گشتم بالاخره راهنمای سفرمون مهدی رو پیدا کردیم که ایشون هم لابد از این کلیپ احتمالاً بشناسیدش، نمیدونم. تو راکلی تو سننه مخابرات خار نتی که داری میدی دست مردم با چت چی این و بالاخره که جمعمون جمع شد رفتیم یکم تو یزد چرخیدیم و شبش هم رفتیم هتل استراحت کنیم که برای سفر طولانیمون آماده شیم. راستی ویدیو کامل و کل پشت صحنه‌های این ولاگ رو میتونید توی کانال دومم ببینید که لینکش توی دیسکریپشن اسم مگه کینگ. آره بالاخره راه افتادیم و چیزی که توی مسیر منو متعجب کرده بود تعداد خیلی زیاد کارخونه‌های کاشی سازی بود. ادامه دادیم به مسیر، با بچه‌ها تو ماشین یکم حرف زدیم و همونطور که می‌بینید رفتیم به سوی ثروتمندترین شهر ایران که بالاخره بعد از 1 ساعت رانندگی شهر اردکان هیچ تابلویی نداشت. تنها جایی که دیگه اردکان پیدا کردیم که نوشته باشه اداره امور مالیاتی بوده. بچه‌ها خوش اومدین به شهر اردکان، ثروتمندترین شهر ایران، با ثروتمندترین مرد ایران هم کنارمون وایساده. یه تکچرخ بزن حال کن. آقای اسکورپورو از یوتیوبرای خبره شهر اردکان هستن. پولدارم بیشتر، خبره نیست. از یوتیوبرای پولدار شهر اردکان و امروز قراره به ما این شهر رو معرفی کنه. تفریحات. مرسی از تفریحات. بچه‌ها من از 4 نسل حاجی مقطوع نسل میشه. امور مالیاتی بریم تو 4 تا اقوام و این تو. جدی واقعا خدایی؟ نه دروغ. من میخوام برم. جدی میخوام تو امور مالیاتی. ازم تیم میگیرم میخوام بگیرم. داره میره آقا واقعا میان تو مالیاتشو میگیرم میاد بیرون. بس است. راز بقا. خب الان ما تو شهر اردکان هستیم و تو کجاییم؟ اینجا کجاست؟ پارک شهر. اینجا پارک شهر. همونطور که مشاهده می‌کنید میدون شهدای گمنامه. من سوالم این بود که چرا شهدای گمنامه بعد تو میدون دفن می‌کنن؟ بابا میدون نیست که احمد. اینجا وسط پارک شهید گمنامه گذاشتن. ماشین دورش داره رد میشه بهش میگی میدون. همه اینا به کنار. پلنمون اینه که اول جاهای تاریخی رو ببینیم. 2 جاهای تفریحی اردکان. ثروتمندترین شهر ایران. مردمش کجا تفریح می‌کنن؟ تریاک می‌کشن. این سوال جالب. متاسف. غذاشو ریویو کنیم، فاز شهر رو ببینیم چه جوریه. اینکه همه ثروت دارن و ثروتمندن. این ویدیو 5000 تا لایک بخوره امیر من تو این حوض خفه میکنه، همین کنار شهیدا منو خاک میکنه. خب آقا مهدی الان بریم کجا؟ جای دیدنی یا جای تفریحی یا جای خوردنی؟ جای تفریحی که حاجی بیا نگیم توی ویدیو خدا وکیل. یه خیابون داری میگم مثلا یه از خیابون داره واسه دور مثلا شماره میدن برام. آره. این خیابون واسه دور هست ولی شماره بدی میذارن. بریم شماره بدیم. بریم حاجی بریم. بچه این نکته راجع به جوانان اردکان، تعداد موتورهای این شهر از تعداد موتورهای تو تهران بیشتره. موتورهایی که تو کارخونه در اومدن 2 تا موتور همو به خدا رد شدن از خیابون رو به ما یاد بده. تو اینجا قوانین زیاد. رفت بریم. رفتن من قرار بریم والد بستنی علی ماشاءالله. آقا مهدی میشه یکم راجع به استوری اینجا به ما توضیح بدید؟ اینقدر اسم اینجا رو بابا تبلیغشون میشه. اگه که بریم تو رایگان حساب کنیم 25 تومن. 25 تومن؟ 25 تومن پول یه شورتته. استاد 3 تا فالوده یزدی بی زحمت من نمیدونم بچه‌ها اینا دارن به زبان سنتیشون حرف میزنن. traditional language guys fuck off. باشه الان با حسن اومدیم اینجا فالوده یزدی بخوریم. حسن شیرازی میخوره. نه از یزد بعدش میاد. نه من چون خیلی یزدی خوردم میخوام یه خورده شیرازی بخورم. تهرانی میخوری؟ آقا اصلا میشه ابیلیتی عینکی تو به ما نشون بدی؟ باشه این عینکا فقط تو یزد هست. این عینک‌های کاور دار. کاور لیپ. همون رو می‌خواستم. عاشقان پارسالی. اجرا و اتمام سال 1395. به به.
2 عدد فالوده یزدی گرفتیم. فالوده یزدی شاید بگیم فرقش چیه؟ آقا مهدی میشه فرق فالوده یزدی با شیرازی با دوستان یه فرقی داره فالوده شیرازی یزدی. شیرازی آقا اصلا بگی این خوشگل ناناسه با بستنی. آره اینا نه. اینا آب. برای نوجوانانی که تازه به سن بلوغ رسیدن خیلی صحنه اجتماعیه. جالب و خنده‌داریه. زیر زیر خنده. نخری زاد میده. آ شیرینیش کمه. چطور خوشمزه؟ از هم فالوده رو میده دیگه. ولی جون داره توش. ولی بدون آش میخورن. باجی واقعا شبیه آب ببخشید شبیه یه چیز زشتی بود میخورم شیرین. و بعد از خوردن فالودمون رفتیم سمت بافت تاریخی اردکان تا با تاریخش و یه کوچه معروف به اسم کوچه آشتی کنان آشنا بشیم. بچه‌ها به نظرتون اردکان آب داره یا نه؟ تست کنیم آب اردکان. 2 3 اوه مای گاد خیلی هم داره آجی کم نداره خیلی داره. ماشاءالله ماشاءالله خیلی داره. ماشاءالله. خب قطع کن حالا به بسه حالا دیگه نداره دیگه. آب هست. ولی کمه. بچه‌ها اومدیم الان بریم چه آشتی کنان. کوچه آشتی کنان چیه؟ ببین در قدیم سری کوچه‌های تنگی بودن. وقتی 2 نفر قهر از 2 طرف واردش می‌شدن مجبور بودن که کمرش رو بچسبن به دیوار و اینجوری رد بشن. اینجوری تو صورت همدیگه رد می‌شدن. نمی‌تونیم ما اینجوری رد شیم؟ می‌تونیم اینجوری. صورت می‌شدن و آشتی می‌کردن. جذاب. بریم آشتی کنیم. آشتی کنیم. خیلی ها بودن رفتن اونور دیگه نریم. جدی میگی؟ اوش تعقیب و گریز. خبری نیست. ما دوتا رو غیب کنیم یهو وسط چی داریم صحبت میکنیم. بیا فرار کنیم. داره از بین میبرتمون یه موجود عجیبی. تو بک رومزیم. ترک انار. ترک‌آباد. خونه است احتمالاً من نمیدونم. در خونه رو داشتن میکشتن. بجی نزدیک مردا همین مردا پشت سر خونه حسن رو من بجی دارن حسن رو نگاه میکنن. منم حسن رو نگاه میکنم. دوستان کوچه آشتی کنان. اینه؟ آره. ببین اگه 2 نفر اختلاف داشته باشن مثل من و ایجکینگ حساب کن. فکر کنم خفتش کردن. باز که این دیدم باز این انتر اینجاست. همون انتری که هی اسکی میره از من تو یوتیوب. ولی مجبوریم ما باید از این کوچه رد بشیم. حالم به هم میخوره ولی باید از این کوچه رد شم. واسا برو. I forgive you. I love you. بیا من میکنم. اونجا که میبینید دوستان این 2 نفر با هم دیگه آشتی کردن و کوچه آشتی کنان عمل خودش رو انجام داد. الان نفر 4م میاد تو کوچه و به کوچه خفت کنان تغییر میشه. خوب بود حال کرد. بچه‌ها کوچه در اومد شلوارش چالش دارم. هر کی زودتر تک تک این سرسره‌ها رو سوار شه 500,000 تومان میبره. من از همین الان نمیخوام برم. اصلا تو میخوای انجام بدی؟ تک توش بیا. اگه من زودتر انجام بدم من لازم نیست پولی بدم دیگه. خب باید تک تک این سرسره‌ها سوار شما. آره. یا علی میخواد وحشی بازی در بیاره. 1 2 3 یکی وای دوباره کجا میری؟ وقت داره میره. سرسره نداره پلش. اسکار 3-4 تا مورم جا جا شد. بعدا سرت. بعدا سرت. حاجی من همه سرسره یکی دیگه بود. مثل گوز خوردم زمین حاجی دوباره خورد زمین؟ ندارم بابا 500 تومن کیک تو رفتی همشو؟ آره. من باید چی برم؟ نه برو آخری هم برو. نرفتم خالی میمندم. اینو برو. حسن چه بازی گوشی. دیره دیدی شلوار سفیدم بگاره. بعدا سرت. کسکش بود؟ اوه منو بده 150 که دادم بهت. مرسی. 1 اصلا باید خرج دکترم کنم. موره موره عمل درپایی موره کمرم داغون شد. برنده شد. تبریک میگیم بهش. کثیف هم؟ نه تمیزترین حالت ممکن. این شلوار دیگه بخر. نه بذار ببینم. کسکش بود؟ نگاه کن MOS مهدی و سوسان. واقعا خونه است؟ آره دیگه خونه واقعا اینجا زندگی میکنه؟ آره یه سریاشون هنوز زندگی میکنن. برای چی؟ خونه تو بری باغ و درخت و دار و سرسبزه. صفایی. میدان علی کو علی مسجد جامع. من خودم خداییش ندیده بودم واقعا؟ آره. سلام.
که معروفیت دیگه بچه شهرت منو شناختم دوستان عزیز کافه دیار کهن. سلام. کجاست اینجا؟ کافه دیار کهن. کجاست؟ کافه دیار کهن. خود آقا مهدی صاحب اون ماشین ایکون دولوکس. بچه زیاد حرف میزنی. توی چاقو رو میکشم سلاخیت میکنم. حداقل اردکانی حرف بزن. چی بگم؟ کافه ثروتمندترین شهر ایران. خود آقا مهدی با قهوه رو توش پیدا هر کنی. کی میخواد بیاد تو این شهر و قهوه میل کنه میاد اول اینجا دستبندی قهوه رو پیدا میکنه و اگر یک مدل قهوه چاقونکشی جلو میتونه قهوه میل کنه. خوشفاز به نظر میاد. یه دمپایی پرت کنید دو نفر اکثر بیرون. بس که شو بلمون کنی. چه پشمام کردم اینا سنگ قیمتی ان. نگو نباته. از قدیم میدونی چی گفتن؟ خر چه داند قیمت نقل و نبات. نبات تو. آره. بای بای. بای بای کن. اونمونو 100 میلیون خریدیم ساعت نصف شب پسر. ساعت 3 نصف شب. نمیتونم بگم انورده. من میگم چی میخوادی؟ خدا وکیلی چیز خوشگلی. بیوتیفول فلاور. من و گل‌ها. Like Beatles in the city. تو ویدیو نظر فرق مثلا قرار بود خیلی بلند جواب سلامش بده. به به اینم بود چه بکن اومدیم یه جا تفریحات بزرگ اردکان رو ببینیم. یا دستی کشی مهدی میشه از تفریحات سنگ شیطان. نخلت سوخته چی میگی؟ چرا اونجا سوخته؟ دوستان چه نفر زندگی میکرده خیلی کونش میسوخت. گذاشتنش رو نخل اینجوری شد. امامزاده متحرک تا حالا تو زندگیم ندیدم. یا امامزاده بیکس. یا امامزاده. حاجت بده. نقد ندارم. کارت بکشم اونجا دستگاه هست که 4 تا 2 موجودی کافی نیست. چیکار کنم؟ یه چیزی که پول توشه بنداز. ندارم. خب الان حرفت. دیگه حاجت چی بود؟ امامزاده متحرک. حاجت چی؟ حاجتم بچه‌ها صد که شدیم ولی لوحمون رو نمیدن چون گفتن این ویدیو رو لایک نکردید. بچه‌تون لایک کنید. حاجتم چی بود؟ حاجتم از امامزاده یه کلاب با کوروش بگیر. میان از کوروش. نیچوکو چون منیم از تفریحات سالم بچه‌ها اردکانی فیلم بگیریم. اصلا می‌خواد بهمون نشون بده چجوریه بازی کنه. ببین بچه‌ها همیشه بهمون یاد دادن که منچ اینجوریه. آقای جکین داری چیکار می‌کنی جان؟ من از هر فرصتی که زندگیم به دست میارم برای انجام کارهای عمیقم استفاده میکنم و الان دارم مشغول کارهای عمیق هستم. الان با این کار عمیق میکنم. شب با تو. من یه 2 میخوام. 4 داد به. همیشه تو زندگیتون کم بخواید. خدا بهتون بیشتر بده. ویدیو لایک بخوره من خودکشی می‌کنم. اردکان هیچی نداره. اردکان فقط رفیقای با معرفتی مثل من داره. پشمام. اردکان نه دلم تنگ حتی واسه اردکان توریستی تنمونو گایدی از هفته صبح تا 9 شب. کل این انار چند؟ فکر نمی کنم بفروشن به این انار رو نمیخوای به من بفروشی؟ انار رو میفروشن به. میخوام یه چیزی بهت بگم باعث میشه تخفیف زیادی به من بدی. این انار خوبیه دیگه، انار بزرگی، بزرگترین انار دنیاست مگه نه؟ آره. بزرگترین انار رو بخوای بخوری با چی میخوری انار رو؟ رو با قاشق. ما سیفون میکشیم. الان دیگه خوندن نه فقط هم نیست. 1 2 3 برو خانم بنواز. قبول باشه داداش. مرسی داداش دمت گرم. 10 100 داداش سلام. اگه قربونه. شما ایجی کینگ هستی. آره قربونت. سلام. قربونت. آره ما اصلا خودمون داریم ولاگ میگیریم. یوتیوب بای بای کنید بچه‌ها. یوتیوب قراره ببینن. دوست دارین ببیننتون؟ 100%. از کدوم مدرسه؟ نایی شاید بود.
شهر قدس این اومدی؟ ماشاءالله. ببینیمت این پاسی توپ آب سوار شد. من این توپو سوار نمیشم. عدد سره آجی گیوتینه. کار داری میکنی؟ عالی ماشاءالله ماشاءالله. This is Ardakan. یا خدا سوپری بریم سوپری. فرفره گرفتم. درود بر تو پسر. خب حالا چه دردی میخوره؟ من نیروی ذهن بچه اگه خودتون رو در فرکانس قدرت قرار بدین. وایسا تکون نخور. حالا برو. اوه چند دادی؟ نپرس از یک زن سنش و از یک مرد قیمت فرفره‌شو نپرس. 15 تومن به طرف گفت 10 میدی گفت سودش تو همون 5 چی داری؟ تفریحات سالم در شهر اردکان. هزینه کدوم یوتیوبر اینقدر هزینه میکنه برای ویدیوش؟ من میخوام این فرفره‌ای که به مبلغ سنگین خریدم و اهدا کنم به یک کودک. اشکال نداره اگه این ریاکاری حساب میشه شما هم ریا کنید، هیچ مشکلی توش نیست. مرسی من دارم میرم اهدا کنم. کادوی خیر بده. فرفره میخوام. میخوای فرفره بگی بازی کن قربونه. بچه‌ها ریاکاری کنید خوبه. اومدیم به بزرگترین شهر بازی‌های اردکان ببینیم چقدر میتونیم تو این شهر بازی هزینه کنیم. آماده این بچه‌ها؟ این شما و این هم شهر بازی اردکان. بچه‌ها اینجا زندان آلکاتراز مپ ریورس آیلند بچه‌ها. از طریق اون درخت وسط خیلی‌ها بودن که اونو دارن میسازن ولی فکر کنم یه چیزایی دارن اونجا کار میکنن. یه پروژه‌ای میخوام بخورن خیلی وقت. اون چرخ و فلک خوابیده است. آره. مثلا یه عکس از با سردر اینجا اگه میشه به من بگید. نشون بده که خیلی غمگینی. عدد سره. اومدیم به یکی از مناطق خوش آب و هوای اردکان. خیلی خوبه خدا. اینجا ثروت اصلیه بچه‌ها. اگه یه روز بری سفر بریز پیشم بی خبر اسیر رویاها میشم دوباره باز تنها میشم. اگه یه روز اینوم تو گوش من صدا کنه دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه به دل میگم کاریش نباشه بذار درد تو دواشه بره توی تموم جونم که باز براس آواز بخونم که باز برات آواز بخونم. اوه آقای گیتاریست چه مخوره آقای اجاکی نفهمیدیم پونمون گذاشت. خب الان دیگه بچه‌ها تو ماشین نیستم و تقریبا میشه گفت ما تمام اردکان رو رفتیم گشتیم جدا از همه شوخی و مسخره بازیایی که انجام دادیم. می‌خواستم بیشتر این ویدیو وچه نشون دادن زندگی مردم تو ثروتمندترین شهر ایران نشون بدم. حالا شاید بپرسین چرا اردکان ثروتمندترین شهر ایرانه؟ خب یکی از دلایلش وجود کارخونه‌های زیادیه که تو اردکان و اطرافش هست. خب کسایی که اون صاحب اون کارخونه هستن اردکانی طبیعتاً. و یه سری دلایل دیگه که مثلا مهدی خودش میگفت این بودش که خب خیلی از مردمی که اینجا زندگی میکنن زمین‌های زیادی خریدن و این زمیناشون در طی این مدت‌ها ارزشش خیلی رفته بالاتر و خب ثروتمندتر شدن نسبت به قبل. ولی خب بازم می‌خواستیم نشون بدیم که شهر اردکان که ثروتمندترین شهر ایرانه سطح زندگیشون چجوریه، چه امکاناتی دارن چه امکاناتی ندارن. این یکم ناراحت کننده است برای یک شهری که این همه ثروت و حالا منابع و زیرساختایی که توش وجود داره این سطح زندگی مردم باشه. نمیگم سطح زندگی پایینیه ولی خب در حدی که باید باشه نیست. خلاصه اینکه دیگه همه جا رو رفتیم، همه جای تفریحیشو رفتیم و جای تاریخی که همه تعطیل بود، جای تفریحی همه تعطیل بود. میشه گفت همه جای شهر رو رفتیم و گذروندیم. این بود از شهر اردکان، ثروتمندترین شهر ایران. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومد لایک، اگه خوشتون نیومد دیسلایک. نظرتون تو کامنت بنویسید. ویدیوهای سبک سفری رو دوست دارین؟ اینکه برم شهرهای مختلف، چیزای مختلف، راجع به موضوعات کلی، یعنی یک موضوع سفر کنم راجع بهش ببینیم چه جوریه چه جوری نیست. کامنت ها بگین. یادتون باشه که یکی برگشته، یادتون راحت و اینکه ایده ها بسیار بسیار زیاده است. خیلی شکر.
بعد اومدیم